شهروندان تاجیکستان که حکومت آنها را در رابطه با تروریسم متهم کرده زیر پیگرد قرار داده است در 7 ماه اخیر بیش از 200 نفر بیشتر شد. رویخط سیاه بانک ملی بار اول 3 سال پیش تهیه شد و هر سال صف افراد علاقمند به تروریسم در آن افزایش می‌یابد. بعضی افرادی که نام خود را در این رویخط سیاه یافته‌اند با این اتهام راضی نیستند. آنها میگویند در یک قطار جای دادن تروریستان و مخالفان سیاسی از روی عدالت نیست. در فهرست نوی که بانک ملی روز 27 می نشر کرد، در مجموع 2647 شهروند تاجیکستان شخصانی به تروریسم علاقمند اعتراف شدند. ماه اکتبر سال 2019 در این فهرست نامی 2392 نفر درج شده بود. این فهرست را دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی بانک ملی ترتیب می‌دهد که با سازمان بین المللی مبارزه با شستشوی پول همکاری دارد. فهرست سازمان یافته شخصان علاقمند با تروریسم به سازمان‌های مالیوی و تشکیلات قرضی کشورهای عضو این سازمان دسترس خواهد بود. در فهرست افرادی که ساختارهای انتظامی تاجیکستان آنها را در اکستریمیسم متهم می‌کنند چندین فعال مخالف حکومت هم هستند. در میان آنها اعضای سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و حزب نهضت اسلامی میباشند که در آزادی بوده در بیرون از تاجیکستان به سر میبرند. در کل اشخاصی که بانک ملی آنها را افراد علاقمند به تروریسم می‌داند میگویند برایشان تا حال معما است که چرا مقامات تاجیک آنها را در تروریسم و افراطگرایی متهم می‌کنند، در حالی که به گفته آنها با فعالیت‌های سیاسی مشغولند. در همین حال فهرست شخصان حقوقی و سازمان‌هایی که با تروریسم علاقمند هستند نیز نو شده است. در این فهرست نام 10 سازمانی در تاجیکستان ممنوع ذکر شده است. به فرق از رویخط پیشینه این بار نام پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف سازمان‌های مخالف در خارجه علاوه شده است. دادگاه عالی تاجیکستان ماه اکتبر سال 2019 پیمان ملی تاجیکستان را سازمان افراطگرا و تروریستی اعلام کرد. اعضای ائتلاف حلنامه را به اساس خواندند.